بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. رواه صحيح المسلم. از ابی قتاده انصاری رضی الله عنه روایت است، میگه که جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودن و سوال کرده شد از جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن روز عرفه. جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودن که روزه گرفتن روز عرفه سبب از بین رفتن، سبب مغفرت گناهان 2 ساله یک انسان میشه که 1 سال قبل و 1 سال بعد. یعنی یک روز یک انسانی که روز عرفه روزه میگیره گناهان 2 سالش بخشیده میشه، 1 سال گذشته و 1 سال آینده. حال روز عرفه کدام روز هست؟ یک روز که به عید میمانه، صباح عید است، امروز مثلا یک روزی که باشه، اگر 4 شنبه عید شد 3 شنبه روز عرفه است. اگر 3 شنبه عید شد 2 شنبه روز عرفه است. این روز عرفه میگه بسیار زیاد ثواب داره. یک چیز برادران متوجه باشیم که این گناه های کبیره انسان نمیبخشه. که یک انسان به این فکر باشه که من روزه بگیرم شاید گناه های کبیرم، گناه کبیره غیر از توبه و هیچ چیز دیگه بخشیده نمیشه. یا اگر یک انسان حق یک انسان خورده باشه، تا که حقش نته، تا که پولش نته، تا که جایی که مثلا قبض کرده باشه نته، تا مالش قبض کرده باشه نته، تا آبرویش مثلا ریختانده یا غیبتش کرده یا ضرر برش رسانده، تا از او بخشش نطلبه، تا او بخشش نکنه، خداوند هرگز نمیبخشه. این حق بنده هست. الله حق خودم میبخشه اما حق بندهش هرگز نمیبخشه. و همچنان در حدیث دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که الله متعال در روز عرفه اینقدر بنده هایش از آتش جهنم نجات میده که دیگه در هیچ روز نمیباشه. پس به این خاطر در امون روز دعا بکنیم، تضرع بکنیم، زاری بکنیم که یا الله مرا از جمله همون کسا بگردان که تو امروز بر از او بخشش میکنی. روزی که الله متعال حتی در بعض روایت ها میگه که خودش به آسمان اول که مناسب شأن از او هست میایه و به ملائک میگه که شما ببینین، شما میگفتین که این بنده ها را خلق نکردین، شما ببینین چقدر در پی جستجو و در پی ازی هستن که مرا راضی بکنه. و الله متعال در مجلس ملائک سر ازی بنده ها افتخار میکنه. سبحان الله. علما میگن که در تمام سال بهترین روز عرفه هست. حالا شما شاید در ذهنتان سوال بگرده که در قرآن کریم خب میگه که شب قدر بهترین است. اینجا ما چی رقم تطبیق میکنیم؟ در شبها بهترین شب قدر است، چرا که عبادت یک شبه از این معادله 83 سال و 4 ماه میشه و خود قرآن آمده. و در احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم فضیلت عرفه که آمده او به روز هست. یعنی در روزها بهترین روز در تمام سال روز عرفه هست و بهترین شب در تمام شبها، در تمام سال در شبها بهترین شب قدر هست. و این هم ما شما باید به یاد داشته باشیم. 4 روزی که من از الله بسیار اهمیت داره در تمام سال. اولی است، اول در مرتبه بالا روز عرفه خو است. این خب پیشتر گفتیم، چرا که یک روزه گرفتنش معادل به یعنی سبب عظیم میشه که انسان گناهان 2 سالش بخشیده شود. دومین روزی که به نزد الله بسیار جایگاه و بسیار مرتبه داره روز جمعه هست. در بین هفته ما میشه بگوییم که در بین هفته بهترین روز جمعه هست، چرا که دو یک ساعت است، یک لحظه است که انسان اگر دو دعا بکنه الله متعال و دعایش قبول میکنه. بعض علما میگه که در بین خطبه که خطیب خطبه میگه و میشینه در اون حالت یک انسان دعا میکنه،
میگه در او وقت دعا قبول میشه. بعضی علما میگه که نه، بعد از نماز دیگر تا شام در اون حالت اگر یک انسان دعا میکنه الله متعال دعای از او را بخشش میکنه. سیومین روزی که به نزد الله در روزها، در تمام سال 4 روز گفتیم نه، روز عرفه شد، روز جمعه شد، سیومین روز عید سعید فطر است، یعنی اولین روز سعید فطر است. بر از او چرا فضیلت داده شده؟ در کتابا و علما میگوید که فضیلت به این خاطر داده شده که یک انسان تمام ماه مبارک رمضان وقت روزه میگیره، سپری میکنه، باز در روز عید که میایه الله متعال به ملائکه میگه این بنده هایم به خاطر من روزه گرفتن، به خاطر من تشنگی و گرسنگی و سختی و چقدر، یعنی در بعض اوقات وقتی در گرمی بسیار سخت روزه میباشه چقدر انسان به تکلیف میباشه. میگه اینا به خاطر من 1 ماه کار کردن و آل ما مزدشان میتم که در روز عید مزد اینمی است که اینی قد غفرت لهم. میگه ما به تحقیق بر از اینها چی کردم؟ مغفرت کردم به این بنده های. این از این خاطر بهترین روز است، روز اول عید سعید فطر. و 4مین روز اول عید قربان، چرا که در حدیث شریف میایه وقتی یک انسان قربانی میکنه اولین قطره خونش در زمین میریزه الله متعال میگه این شخص تمام گناهانش مغفرت نصیب میکنه. بس برادران بزرگوارم، این وقت ما، این روزهای ما، این شبهای ما بسیار روزهای پر فضیلت، بسیار روزهای پر برکت است. کوشش بکنیم یک تخفیف، یک چانس، یک آسانی از طرف الله، یک مژده و یک بشارت از طرف الله برای ما هست. کوشش بکنیم که در اعمال ما تغییرات بیاریم، در رفتار ما، در کردار ما، در اخلاق ما، در هر چیز ما تغییرات بیاریم. میتونه شود که در این روزها به جایی که الله را راضی کنیم خدای نخواسته الله از ما ناراض شود. یادتان باشه برادران، وقتی یک عمل نیک تو میکنی در این روزها برات ثواب زیاد داده میشه، اگر عمل بد کردی اینم قدر گناه برات داده میشه. مثلا یک نفر گناه میکنه در خانه، او گناه خانهش آنها قدر گناه است. اگر در مسجد گناه میکنه این گناهش بیشتر است. یک نفر در بیت الله یک نماز میخوانه معادل به 1 لک است. اگر خدای نخواست اونجا یک گناه میکنه باز گناهش هم اونم قدر 1 لک حساب میشه. از همین خاطر کوشش بکنیم که روزای بسیار پر فضیلت هست، از فضیلتش، از برکتش خدا مستفید بسازیم، خود ما را در خانواده بگوییم، روزه بگیریم، نفل زیاد بخوانیم، قرآن بخوانیم. مصروف تمام سال مصروف، تمام عمر ما مصروف، فقط به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه بخورم، بنوشم، بپوشم، خلاص دیگه خود چیزی نیست. بهترین خانه داشته باشم، بهترین موتر داشته باشم، بهترین کالا داشته باشم، بس دیگه خب به خاطر چیزی نیست. 10 ساعت، 12 ساعت، 16 ساعت ما کار میکنیم به خاطر این دنیا. شاید در زندگی ما یادمون بیاد که 16 ساعت ما مسلسل قرآن خوانده باشیم، 16 ساعت در یک روز مسلسل نفل خوانده باشیم. در این زمانه خب بسیار کم شاید پیدا شه. اما مردمای گذشته سبحان الله اونا هم تو بودن، شب وقت نماز شروع میکرد تا به صبح 1 دفعه قرآن میخوان. الله متعال برای ما و شما توفیق عمل نصیب بکنه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير برحمتك.